سلام علیکم برادران. نمی داره که ما ایدنو گذاریم ایتیمو نویه مومیناو دای اکشلو که توتوزی نویه شمسی شوین میگن قیمو قربانالی های بچه کو قیمو قربانالی بچه اکه عبدالکریم هم اکش جلیل نمدورا مالیک هم همیشنوسه اینا هم ایت خواه اکه. برادر عزیز، مردک زدگی پشت لخش دگه تیکه تیکش دگه خودت برای یک لایک برای یک کامنتاریت تلخت میکفه. اما رب ممکن همین در یک چنین چی یوردم شو الحمدلله ما در یکم سوم فایده نیست، ما در کار نیست. هر چیزی که هست میگم برادر بخاطر الله میکنم، значит بخاطر الله میکنم. برای اینکه یک دستگیریش کنیم برادر جان. السلام علیکم برادر عزیز، امیدوارم که خوب هستین، صحت سلامت هستین. برادر عزیز چی خیلی که میبینین ابلوشکای مورا ابلوشکا معلومه که یعنی که چی گپ هست چی گپ نیست. برادر عزیز همین برادرمون از ناحیه مومین‌آباد گذشته شده است. برادر عزیز به خاطری که من میگم که از کجا هست، یعنی که بسیار برادرها هستن که میپرسن که از کجا هست از کجا نیست، به همون خاطر. خب بریم سر مسئله. برادر عزیز اکثریت می نویسونی که یعنی که بسیار همین خیلی مصیبت ها میشوه میبروریشون. برادر عزیز مرا میفوره که یک رفیق مرا میفوره که فرزند پدری مرا میفوره که یا که خودت برای در می صدمه دوچار شای. الله شاید برادر عزیز همین برادر ما دیدم، ما با چشمام دیدمش زدگی توبه کم خدای نمی رستو پویان همه تیکه تیکه های تیکه تیکه. ای برادر عزیز همین زورت میرسه یاردم که زورت نمیرسه برادر جان ما یکم گپت ندارم. همین یک لایک یک کامنتاریش بمون. الحمدلله که انشالله برای ما را کیفایه هست برادرای هست تجارت کنای هستن. الحمدلله که سومشه نمیدونه در کجا از خود کنه، نمیدونه که در کجا چی خیلش کنه. برادر عزیز یعنی که تو همین دستگیری میکنی نوارا پهن میکنی با ایش باوش لایک کامنتارش مونه همون مردکا میبیننش الحمدلله که یاردم میکنن، میبینن که همین ازده چه تنبیزات های با سر فرزند یادم هر چی باید بگذارد. برادر عزیز این مصیبت ها با سر همه ما را میویم، مرگ خبرت نمیکنه. برادر عزیز مرگ خبرت نمیکنه. میخواهی نمیخواهی یا در آسیا باشی یا در تاجیکستان باشی یا که در بنگلادش که باشی برادر با سر تا میویه. برای اینکه همه سخنهای نگاتیو تونه بس کنین. همه مردک زدگی پشت تیکه تیکش دگی یعنی که برادر همه بروماگی همه انسان میخواه که یکم یاردم یکم کمک یکم ذره یاردم از طرف ما شود. یک یاردم شد. برادر عزیز خداوند همه تا نگهبان باشه، در امان الله باشین. کرتا خودشونای نمره تلفن از خودشونای میتونین زنگ زنین پرسان کنین. خداوند همه تا نگهبان باشه برادر عزیز.